سلام و وقت بخیر به یک گزارش ویژه و فوری از مهمترین تحولات منطقه خوش آمدید. در این برنامه تازه‌ترین خبرها از تنش میان ایران و آمریکا، تحرکات سیاسی و پیامدهای آن را به صورت دقیق و خلاصه بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. در حالی که تنها چند روز تا پایان آتشبس میان ایران و آمریکا باقی مانده، تحرکات سیاسی، نظامی و قضایی در داخل و خارج ایران به اوج خود رسیده است. آیا منطقه در آستانه یک درگیری جدید قرار دارد؟ در این گزارش مهمترین تحولات را بررسی می‌کنیم. خبر اول، جلسه اضطراری در کاخ سفید. با نزدیک شدن به پایان مهلت آتشبس، مقام‌های ارشد دولت آمریکا در کاخ سفید گرد هم آمدند تا درباره آینده مذاکرات تصمیم گیری کنند. به گزارش منابع خبری، دونالد ترامپ صبح شنبه جلسه‌ای مهم در اتاق وضعیت برگزار کرد. در این نشست، چهره‌های کلیدی از جمله جی دی ونس، مارکو روبیو، پیت هگست و اسکات بسنت حضور داشتند. همچنین گزارش شده جان رادکلیف نیز وارد کاخ سفید شده است. یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داده است اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، احتمال اثرگیری درگیری‌ها ظرف چند روز آینده بسیار جدی است. خبر دوم، واکنش تند ایران به مواضع آمریکا. در واکنش به مواضع اخیر آمریکا، مسعود پزشکیان اظهاراتی صریح مطرح کرد. او با انتقاد از سخنان ترامپ گفت اینکه گفته می شود ایران نباید از حقوق هسته‌ای خود استفاده کند، سوال اینجاست به چه جرمی و اساساً چه کسی چنین حقی دارد که یک ملت را از حقوق قانونیش محروم کند. پزشکیان تأکید کرد ایران خواهان برخورد عادلانه در نظام بین الملل است و بر حقوق مشروع خود پافشاری خواهد کرد. خبر سوم، آمار تکان دهنده کشته شدگان جنگ. در ادامه آمار جدیدی از تلفات جنگ منتشر شده که توجه جهانی را جلب کرده است. بر اساس اعلام رسمی، بیش از 3400 نفر در جنگ 40 روزه میان آمریکا، اسرائیل و ایران جان خود را از دست دادند. احمد موسوی اعلام کرده که این رقم به 3468 نفر رسیده است. در همین حال، سازمان پزشکی قانونی ایران نیز تایید کرده که 2875 نفر از کشته شدگان مرد و 496 نفر زن بودند. در مقابل گروه‌های حقوق بشری آمار بالاتری ارائه دادند و از کشته شدن هزاران غیر نظامی از جمله صدها کودک خبر دادند. خبر چهارم، تشدید برخوردهای قضایی در ایران. همزمان با این تحولات، قوه قضاییه ایران نیز رویکرد سختگیرانه‌تری اتخاذ کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستار رسیدگی فوری و ویژه به پرونده افرادی شد که آنها را همراه دشمن توصیف کرده است. او تأکید کرد احکام باید با سرعت اجرا شوند. در مصادره اموال هیچ گونه مماشاتی صورت نگیرد و در صورت صدور احکام سنگین از جمله اعدام تأخیری پذیرفته نیست. این مواضع با واکنش نهادهای حقوق بشری مواجه شده که نسبت به افزایش اعدامها و نقض حقوق انسانی ابراز نگرانی کردند. به نظر شما آینده این تنش‌ها به کدام سمت می‌رود؟ صلح یا جنگ؟ حتما دیدگاهتان را در بخش کامنت‌ها بنویسید. ما نظرات شما را دنبال می‌کنیم. اگر این گزارش برایتان مفید بود، با لایک کردن از ما حمایت کنید و برای دریافت سریعترین و مهمترین خبرهای روز، همین حالا کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال کنید تا هیچ خبری را از دست ندهید. این ویدیو را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شاید آنها هم بخواهند در این بحث مهم شرکت کنند. ممنون از همراهی شما. تا گزارش بعدی، بدرود.